دام مخفف داکومنت آبجکت مدل هست که یک از آبجکت های جاوا اسکریپت هست که توسط براوزرها کانسترکت میشه و ساخته میشه. در ویدیو در مورد سه مسئله مهم صحبت میکنم. اولی که چرا دام ساخته میشه اصلا، دومی که چگونه استفاده میشه و سومی که چه توانایی داره. خب جواب سوال اولی که دام توسط براوزرها ساخته میشه در زمانی که صفحه وب پیج یعنی داکومنت HTML لود میکنن به داخل وب براوزر، در اون زمان دام کانسترکت میکنه براوزر و ایجاد میکنه. خب سوال دومی که چرا دام ساخته میشه، به خاطر از اینکه ما بتوانیم با استفاده از دام و از طریق جاوا اسکریپت به صورت دینامیک کانتنت، استایل و استراکچری که در صفحه داریم به اونا تغییرات ایجاد کنیم و به صورت دینامیک بتونیم صفحه کنترل کنیم. به این خاطر دام ایجاد میشه. و جواب سوال سومی که دام چه توانایی های داره، تمام تغییراتی که به صورت دینامیک از طریق زبان مناسب جاوا اسکریپت و فریمورک ها و لایبرری جاوا اسکریپت بروی یک وبسایت انجام میشه از طریق دام امکان پذیره. و در مثالی که به این قسمت ما خدمت شما عرض میکنم، یک صفحه ساختار کوچک از HTML ایجاد کردم که کم توضیحات بیشتر واضح‌تر میسازه که دام چی نقش داره در صفحه. ببینید در این قسمت ما یک صفحه HTML داریم، یک صفحه ساده که من ایجاد کردم، فقط یک چک داره، یک پاراگراف، لیست آیتم و یک بتنه. خب اگر خواسته باشیم در همین قسمت ما بحث کنیم زمانی که من صفحه ساختم و در براوزر کروم باز کردم، دام این صفحه ایجاد شده توسط خود براوزر کروم و دام از این شکل تری مانند داره، یعنی ساختار تری داره که تری استراکچر میگن برای از این که ایرم خود براوزر ایجاد میکنه. المنت هایی که در داخل از این صفحه هست مثل تگ HTML، مثل تگ هید، مثل تگ بادی، دیو، H1، اینا رو به این شکل که در این عکس نمایش داده شده به این شکل استخراج میکنه و حالت تری یا شاخیر برای نامیده. و دلیل ای که حالت تری مانند یا شاخیر دارن این است که اینا یک ارتباط با هم دیگر دارن. مثلا تگ HTML چایلد خود داکومنت هست، داکومنت یعنی کل صفحه HTML، و هید و بادی تگ های چایلد تگ HTML هستند و HTML تگ پرنت هست برای هید و بادی. و مثلا برای هید باز یک تگ تایتل وجود داره که چایلد هید هست. خب اگه خواسته باشیم کارکرد دام ببینین مثلا در این صفحه HTML که ما ایجاد کردیم دام میشه کل خود این صفحه. پس مثلا اگه من یک لاگ بگیرم console.log یعنی پرنت بگیرم از این صفحه در داخل کانسول براوزر و داکومنت پرنت کنم، شما میبینین که پس دوباره صفحه به این قسمت پس دوباره صفحه HTML ما رو برای ما چاپ میکنه. چرا؟ چون منظور از دام کل صفحه و ساختار HTML هست. و اگر خواسته باشیم مثلا ما با استفاده از فانکشن دیر بریم اتریبیوت های آبجکت میبینیم که اتریبیوت ها از این تمام اتریبیوت های همو وب پیج ما هستن. مشخصات از این خصوصیاتی که داره، تگ هایی که استفاده شده، مثلا ببینید ما در این قسمت تایتل پیج داریم، وب پیج تایتل اسم تایتل پیج ما هست. مثلا ما در این قسمت حتما اتریبیوت تایتل داریم که برای ما معرفی میکنه تایتل پیج. خب تایتل به این قسمت ببینید گفته تایتل پیج هست، وب پیج تایتل. خب میتونیم به صورت دینامیکی تغییر بدیم. هدف از تغییر دینامیکی است. ببینید یک دفعه ما در ساختار HTML او ایجاد کرده بودیم، با استفاده از تگ تایتل تعیین کردیم که تایتل صفحه ما وب پیج تایتل باشه. این دفعه از طریق جاوا اسکریپت میگیم که آبجکت داکومنت بگیر، برو به اتریبیوت تایتل و برای از این نیو تایتل میدیم، نیو وب پیج تایتل. یک تایتل جدید ما از داخل جاوا اسکریپت به این صفحه HTML خود میدیم و برای از این میگن حالت باشه که من دوباره یک لاگ از بگیرم با داخل کانسول. برای از این میگن ایجاد تغییرات به صورت دینامیک با استفاده از جاوا اسکریپت برو صفحه. ببینید این دفعه در اتریبیوت تایتل جدیدی که نیو پیج تایتلی که ما شما معرفی کردین به اینجا برام نمایش میده. میتونیم خیلی از مشخصات دیگر هم تغییر بدیم.
مثلا فرض کنیم ما میخوایم که رنگ بک‌گراند کل صفحه تغییر بدم. مثلا کل صفحه ما فعلا بک‌گراند سفید داره، میخوایم بک‌گراند از زیر رنگ سیاه کنم از داخل جاوا اسکریپت. پس میرم با ابجکت داکومنت دات بادی، از طریق داکومنت که خود HTML ما هست میریم به قسمت بادی، بعد میریم به استایل، بعد ما به بک‌گراند کلر دسترسی پیدا میکنم و به اینجا میتونم رنگ بک‌گراند تعیین کنم. مثلا بلک رنگ بک‌گراند ما باشه. خب کنترل اس و ریلود. یک دقیقه که داکومنت ما اشتباهاً به دی بزرگ نوشتم، به این خاطر آبجکت نخوان و ریلود. رنگ صفحه کامل سیاه میکنه. یا مثلا میتونیم رنگ با دیگه ترکیب های رنگی بدیم. مثلا HCL هیو باشه 0، سچوریشن باشه 0% و لایتنس باشه مثلا 15%. به این شکل رنگ بدیم به صفحه. رنگ کمی روشن تره. به این روش ایجاد تغییرات میگن ایجاد تغییرات دینامیک از طریق جاوا اسکریپت در صفحه HTML. خب طوری که قبلا اشاره کردم، مثلا در این مثال داکومنت خود داکومنت HTML ما هست، یعنی صفحه HTML که داریم. بادی قسمت داخلی و کوچکتر از داکومنت هست، مثل که شما به این تصویر میبینین که بادی یک از بخشای در داکومنت HTML هست. استایل یکی از خصوصیات بادی هست، یکی از اتریبیوت های بادی. بک‌گراند کلر یکی از خصوصیات استایل هست و ما به این روش ایر تارگت کردیم و برای از یک دفینیشن جدیدی داریم با استفاده از اساینمنت اپراتور. خب نکته اخیری که میخوایم اشاره کنم این است که چرا ما مجبوریم از آبجکت ها استفاده کنیم. این برمیگرده به قوانین آبجکت اورینتد، روش برنامه‌نویسی آبجکت اورینتد که جاوا اسکریپت هم یک از جمله از زبان ها است. با وجود از اینکه جاوا اسکریپت یک زبان 100% آبجکت اورینتد مثل جاوا و یا سی پلاس پلاس نیه، ولی باز هم قوانین آبجکت اورینتد تعقیب میکنه. خب در قوانین آبجکت اورینتد گفته میشه که هر فانکشن باید به این شکل از طریق یک آبجکت کال بشه، استفاده بشه. به این اساس که ما در اینجا آبجکت دامر داریم که به براوزر برای ما میسازه که مثل یک API برای ما اجازه بده که ما انتراکت کنیم و مثل دو مثالی که ما کار کردم بتونیم المنت های از ساختار از صفحه یا استایل از صفحه یا استراکچر از صفحه تغییر بدیم. این ویدیو یک معرفی کوتاهی بود از دام. ویدیو کامل دام مانیپیولیشن و یا روش ایجاد تغییرات در دام در این کانال موجود هست. در صورتی که علاقه‌مند بودین میتونین این ویدیو رو هم ببینید.